از امروز به بررسی مبحث شیطان میپردازیم و قرار خیلی جالب باشه و همچنین اطلاعات خوبی در اختیارتون قرار خواهم داد تا بهتر درک کنید که در کتاب مقدس و در جریانات امروزی جهان چه اتفاقاتی میفته. حالا در درس اول با فرشتگان شروع میکنیم. درس 1 جلسه 1. از اونجا که لوسیفر در ابتدا یک فرشته بود، به همین دلیل که اون یک فرشته بود، ما مبحث فرشته شناسی رو مطالعه کردیم. خب شما باید تمام اطلاعات دقیق راجع به فرشتگان در مجموعه های قبلی از مبحث فرشته شناسی رو مطالعه کنید و خب حالا در آغاز سری شیطان به طور خلاصه به این برمیگردیم که فرشتگان کی هستن. و خب نکته‌ای که هست، ما اینها رو در مجموعه قبلی یاد گرفتیم و باید یادتون باشه که وقتی درس میدید همیشه این کار رو بکنید. خب شما در مورد این 12 موضوع میدونید و خب برای درک بهتر و برای سود خودمون ما به آرومی یک به یک اونها رو با هم دیگه بررسیشون خواهیم کرد و حالا میخوایم بدونیم فرشتگان کی هستن. اونها در ابتدا توسط خداوند آفریده شدن و اونها مخلوق بودن. اونا به تنهایی به وجود نیومدن و کسی اونها رو آفریده. اونا خود به خود به وجود نیومدن و یه نفر اونها رو آفریده. خب و حالا چه کسی اونها رو آفریده؟ خدای ما، خدای تثلیث. خدا به معنای خدای تثلیث، خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. و ما این موضوع رو در مجموعه الوهیم مطالعه کردیم. در روش‌های کارکردی مختلف به خاطر دارین خدای پدر به عنوان یک اعلام کننده و طراح، پسر به عنوان در واقع انجام دهنده و روح القدس به عنوان قدرت دهنده به خلقت. پس حالا در پیدایش 1:1 همچنین گفته میشه که خداوند فرشتگان رو هم آفرید. بعدن اونا رو مطالعه میکنیم. در حزقیال 38 آیه 4 تا 7 میتونیم ببینیم و همینطور در کلسیان 1:16 پولس گفت که آن فرشتگان توسط عیسی آفریده شدند. توسط عیسی برای عیسی. متوجه شدید؟ توسط عیسی برای عیسی. خب کلسیان 1:16. حالا با این 3 مرجع میدونیم که فرشتگان توسط خدا آفریده شدن و نه به صورت خود به خودی یا نه توسط شخص دیگری. خدای خالق ما فرشتگان رو برای هدف خاصی آفرید و همیشه در خلقت خدا از خلقتش یه هدفی رو داره. خب حالا بخش دوم اینه که زبان عبری زبان عهد عتیقه و اون مالاک نامیده میشه. شما به من گفتید که در زبان شما، زبان عربی، هم ملک گفته میشه. اندونزیایی ها چطور؟ مالایکا. در نپالی و هندی هم متفاوته. بله. و اینجا ببینید که مالاک هست، اینو فراموش نکنید. و در عهد جدید به یونانی آنگلاس هستش.
همچنین در قرآن، بله ببینید، چون قرآن همیشه از عهد عتیق یاد گرفته. دلیلش اینه. حالا در قسمت بعدی میبینیم که به فرشتگان، لشکریان هم گفته میشه. ما این رو یاد گرفتیم. پیدایش 2:1 لوقا 2:13 و هم در اعمال 7:42 و مکاشفه 12:7. پس وقتی در این آیات لشکریان میخونیم، این لشکریان به فرشته اشاره میکنه. فهمیدین؟ خب حالا همون تعریفی که قبلا یاد گرفتیم بهتره که مرورش کنیم و دوباره بهش نگاه کنیم. حالا ببینید، خدا اونها رو آفریده و اسمشون ملک و آنگلاس بوده و لشکریان هم نامیده می شدن. خب در عهد عتیق که ما هفته قبل مطالعه کردیم، اغلب فرشتگان پسران خدا نامیده می شدن. نه در عهد جدید، فقط در عهد عتیق. پسران خدا. مردم از شما میپرسن که مرجع اینها در کتاب مقدس کجاست؟ خب ایوب باب 1 آیه 6 و ایوب باب 2 آیه 1 و همچنین ایوب 38 آیه 7 و دانیال باب 3 آیات 25 و 28. ببینم زمان دانیالو به خاطر دارید؟ 4 مرد در کوره آتش که یکیشون کی بود؟ پسر خدا بود و 3 مرد دیگه شدرک، میشک، ابدنغو بودن. و حالا در اینجا شماره 5 اونها موجودات روحانی بودن، همونطور که میدونید. خب موجودات روحانی، موجود روحانی دارای دانش، احساسات و قدرت اراده هستش. بنابراین اونا ربات نیستن و دارای دانش و احساسات و ارادن و همچنین شخصیت و طبع دارن. پس هر یک از فرشتگان دارای یک شخصیت متفاوت و دارای سرشته متفاوتن و همچنین قدرت اراده و چیزهای دیگه، درست مثل انسان ها. حالا با این حال دانش اونها، احساسات و قدرت اراده اونها دارای محدودیته. همونطور که دانش ما، قدرت اراده ما و احساسات ما هم محدودن. خیلی خوب. پس متی 24:36، اول پتروس 1:12 به این اشاره کردن. پس فرشتگان قادر مطلق نیستن. اونا عالم مطلق نیستن. عالم مطلق یعنی دونستنه همه چیز. اونا محدود هستن. گاهی برخی از مسیحی‌ها فکر میکنن که فرشتگان از ما بهترن و از ما بیشتر میدونن و چیزهایی از این قبیل. اینطور نیست. در واقع ما بیشتر از اونا میدونیم و از نظر تعداد فرشتگان بیشمارن. نمیدونیم چند تا. اونا بسیار بسیار زیادن. کتاب مقدس در عبرانیان 12:22 و در لوقا 2:13 و در مکاشفه 5:11 گفته شمار فرشتگان هزاران هزار برابره. تعداد اونها خیلی زیاده و بیشمارن. و در
انگلیسی بهشون میگه innumerable. خب حالا شماره 8. با این حال اینو مطالعه میکنیم که این موجودات روحانی اغلب میتونن در شکل انسان مجسم بشن. خب حالا اینو مطالعه میکنیم. داستان پیدایش 18 و پیدایش 19 به ما میگه و داستان عبرانیان 13 آیه 2 رو یادتون میاد؟ ببینید شما باید تمام این مراجع کتاب مقدس رو حفظ کنید وقتی که فرشتگان رو تدریس میکنید. بهتر نیست که بهتون خلاصه داده بشه؟ بله، همیشه وقتی تدریس میکنید به یک ترتیب همیشه اونها رو خلاصه نگه دارین. این نشانه محبت شما نسبت به اونهاست. خب حالا شغل فرشتگان اونها هستن تا به خداوند و به خلق خدا خدمت بکنن. کارشون خدمت به خلق خداست. عبرانیان 14:1 که با اون خیلی آشنا هستیم. این کار اونهاست. اونها از ما بالاتر نیستن. اونا خادم ما هن. و میتونم بگم که اونها بنده ما هستن. اونا به ما کمک میکنن. هرگز بالای سر ما نیستن. برای کمک کردن به ما هستن و همیشه پایین تر از ما هستن و اونها گوش به فرمان به جهت ما هستن و مطیع فرمان ما هستن. اونا بسیار کوچکتر از موقعیت ما هستن. پس اونا رو عبادت نکنید و مجبور نیستید که به فرشتگان خدمت کنین. اونا هستن که به ما خدمت میکنن و از ما اطاعت میکنن. حالا شماره 10. همونطور که میدونید جامعه اونها جامعه طبقاتیه. پس ما 9 طبقه رو مطالعه کردیم. 9 طبقه سلسله مراتبی. خیلی خوب. نه تنها این بلکه اونا دارای 3 بخش عملکردی هستن. اونا 3 بخش عملکردی دارن که ما به طور کامل مطالعه کردیم. من فقط میخوام اون رو برای شما مرور کنم. بخش اول ستایش و پرستش و بخش موسیقی. به رهبری چه کسیه؟ لوسیفر قبل از سقوطش. و همینطور بخش خدمت و پیام رسانی و بخش مدیریت به ریاست جبرئیل. و خب من همه مراجع کتاب مقدس رو به شما دادم و همچنین لشکر نظامی و افتخاری به ریاست میکائیل. پس حداقل 3 بخش وجود داره که اینها بر اساس عمل کرده شغل اونهاست. حالا در نهایت اونها بسیار قدرتمندن. من مثالای زیادی از کتاب مقدس براتون آوردم ولی اینجا 3 تاش رو انتخاب کردم. ببینید داستان پیدایش 18-19 اینه که 2 فرشته به سدوم رفتن و شهر رو ویران کردن و همه مردم اونجا رو کشتن. 2 تا فرشته به عنوان انسان، 2 فرشته به عنوان انسان انقدر قدرتمندن. و اعداد فصل 24 آیه 16 میگه میدونید اون چیه؟ اعداد فصل 24 آیه 16 اینجا میگه یک فرشته اسرائیلی ها رو از دست فرعون پادشاه رهایی داده بود. حتی در عبور از دریای سرخ یک فرشته به قوم اسرائیل کمک کرد. فرشته چقدر میتونه قدرتمند باشه؟
فرشته ها چقدر قدرتمند هستند. کجا در کتاب مقدس گفته بود؟ اعداد فصل 20 آیه 16. پس اینو فراموش نکنید، اینو قبلا بهتون گفتم. باشه؟ خب فرشتگان قدرتمند، نه تنها این، میدونید یک فرشته سربازان بابلی رو به تعداد 185,000 نفر کشت. به عددش دقت کنید، تعداد سربازا 185,000 سرباز بود که یه فرشته اونا رو کشت. دوم پادشاهان 19 آیات 35 تا 36. مرورش فوق‌العاده نیست؟ فرشته ها در 12 جنبه میدونید، در 12 جنبه قرار میگیرن. حالا فرشته سابق لوسیفر بود. خب اما شیطان قبلا فرشته لوسیفر بود. پس کی بود؟ اون کیه؟ واقعا کیه؟ فرشته ها کی هستن؟ فرشته ها کی هستن و پیشینه شیطان چیه؟ و خب در موقعیت اون و حالا چیزهای دیگه یا شیطان، اون فرشته سابق لوسیفر بود. این رو فراموش نکنید. باشه؟ نه فقط فرشته. من فقط میخوام این رو تأکید کنم. خب لوسیفر سابق که حالا شده شیطان. شیطان که بعداً مطالعهش میکنیم. خب حالا در اینجا در جلسه شماره 1 ما فقط 12 جنبه فرشتگان رو مرور کردیم. باشه؟ که شما باید از این اطلاعات کتاب مقدس مطلع باشین و اونو با خواهران و برادران خودتون به اشتراک بگذارید. آمین. خدا بهتون برکت بده. آمین.